میکنید اگه این بطری آب رو برعکس کنم چی میشه؟ رومیو no. دو تا دلیل فیزیکی دست به دست هم میدن که این اتفاق بیفته. اولی اینرسی. توی فیزیک همیشه بهترین راه آسون ترین راه. آسون ترین راه چیه؟ مسیر صاف و مستقیم. آب توی بطری هم مثل هر چیز دیگه ای دوست داره مسیر صاف و مستقیم خودش رو بره، ولی بطری داره میچرخه. دیواره بطری آب به هم برخورد میکنن و بطری بهش میگه نه، تو هم باید با من بیای، تو هم باید با من بچرخی. به همین خاطر آب به جای اینکه بریزه به ته بطری میچسبه. دیواره بطری چون که سرعت زیاده یه نیروی خیلی زیادی داره که میتونه همه آب رو نگه داره و هندل کنه و با هم بچرخن. حالا چرا وقتی که بطری رو آروم میچرخونم آب ازش میریزه؟ توی حالت دومی که گفتم دقیقاً همه اتفاقات حالت اول میفته، یعنی همچنان آب دوست داره که مستقیم بره و دیواره بطری داره میچرخه، ولی دیواره بطری مجدد یک نیرویی داره که به آب وارد میکنه و دلش میخواد که آب رو نگه داره، ولی چون که سرعت کمه اون نیرو هم کمه. یعنی دیواره بطری میخواد آب رو نگه داره ولی نمیتونه، نیروشو نداره. آبم از فرصت استفاده میکنه و همون مسیر صاف و مستقیم خودش رو پیدا میکنه و میرسه روی زمین. دیواره بطری هم دیگه نمیتونه جلوشو بگیره. اگه میخواین از این اتفاقات جالب و روزمره بیشتر بدونید من اینجام که بهتون بگم. سابسکرایب یادتون نره.